The General Assembly will hear an address by His Excellency Emomali Rahmon, the President of the Republic of Tajikistan. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Emomali Rahmon, the President of the Republic of Tajikistan, and to invite him to address the Assembly. محترم جناب رئیس، محترم جناب دبیر کل، خانم‌ها و جنابان، در آغاز سخن جناب میراسلاو لایچاک را به مناسبت انتخاب شدنش به حیث رئیس اجلاس 72 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تبریک گفته به او در اجرای باثمر این وظیفه موفقیت می‌خواهم. همزمان با این منتداری خویش را به جناب پیتر تامسون برای دستگیری پیوسته از تشبس‌های ملی و بین المللی تاجیکستان طی فعالیتش در وظیفه رئیس اجلاس 71 مجمع عمومی سازمان ملل ابراز می‌دارم. روند با صورت جهانی شوی در ظرف 10 سالهای گذشته هرچند که از یک طرف به توسعه رابطه‌های سیاسی و اقتصادی میان کشورها و همگرایی بین منطقه‌های گوناگون جهان مساعدت نمود، ولی از جانب دیگر برای ساکنان سیاره مشکلات زیادی را به بار آورد. این است که در جاده سعی و کوشش‌های متشکلانه کشورهای اعضای سازمان جهت تأمین حیات با امن و آسایشته مردم مانع‌های جدی ایجاد گردیدند. در این راستا سازمان ملل متحد به صفت یک نهاد با نفوذ و فراگیر جهانی باید من بعد نیز وظیفه خود را در مورد هم آهنگسازی تلاش‌های پیوسته دولت‌های اعضا جهت مقاومت فعال به خطر و تهدیدهای معاصر و به طور ثمره بخش اجرا نماید. جناب رئیس، در شرایط کنونی به میان گذاشتن و حل نمودن مسائل عمده روز بدون راه اندازی اصلاحات فراگیر سازمان ملل متحد غیر امکان می باشد. این روند باید به توسعه ظرفیت‌های سازمان جهت واکنش سری وقتی و مناسب بر رویدادها در سراسر جهان و رفع تهدیدهای زمان معاصر مساعدت نماید. اصلاحات باید موافق اصولها و مقصدهای آیین‌نامه سازمان جانب کرده شود و شورای امنیت را به حیث قسم ترکیبی آن فرا گیرد. ما جانبدار نمایندگی عادلانه در شورای امنیت خاصتاً از حساب کشورهای رو به ترقی می باشیم. حاضرین گرامی، امروز همه ما شاهد رویداد و واقعه‌های دهشتناک و فاجعه بار می باشیم که در گوشه‌های گوناگون جهان ادامه دارند. توسعه مقیاس تروریسم و افراطگرایی، جنایتکاری متشکل فراملی و گردش غیرقانونی مواد مخدر به امنیت کشورهای ما خطر جدی ایجاد کرده ایستادند. حالا فعال شوی گروه‌های تروریستی و افراطگرا و دیگر جنبش‌های ارتجاعی در نقطه‌های داغ جهان امنیت تمام مردم سیاره را زیر خطر قرار داده است. بار دیگر تاکید می‌نماییم که عمل‌های وحشیانه این نیروها با دین مبین اسلام هیچ گونه رابطه ندارند. آنها برعکس مخالف تعلیمات اخلاقی و ارزش‌های تحملگرا و انسان دوستانه اسلام میباشند. مبارزه علیه تهدیدهای ذکر شده از جانب همه کشورهای اعضای سازمان اندیشیدن چاره‌های قاطعانه مشترک
در دایره حقوقی بین المللی و خودداری نبودن را از استفاده نیروهای دوگانه تقاضا می نماید. معیارهای دوگانه تقاضا می نماید. حکومت تاجیکستان جهت مبارزه با تهدید و خطرهای معاصر و تأمین صلح و ثبات پایدار در کشور در همکاری با شریکان خود و سازمانهای بین المللی بخصوص نهادهای داخلدار سازمان ملل پیوسته اقدامهای مشخص را راه اندازی می نماید. تطبیق مرحله دوم استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان باید به مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم برای دوره تا سال 2020 از جمله چنین اقدامات می باشد. در روند تهیه و عملی ساختن تدبیرهای سری وقتی جهت حل مناقشه ها در گوشه های داغ جهان نقش مرکزی و هم آهنگ کننده سازمان ملل متحد اهمیت بیش از پیش کسب می نماید. کامیابی در عملهای مشترک جهت پیشگیری و حل نزاعها جستجوی راههای صلح‌آمیز رفع بحران و اختلافات پیش از همه با استفاده ثمرناک دیپلماتی بازدارنده و فعالیت میانروی وابستگی دارد. در این رابطه تاجیکستان حل قضیه جمهوری خلقی دموکراتیک کره را در ادامه مذاکرات سازنده تنها با راههای صلح‌آمیز و در دایره اجرای صادقانه قطعنامه‌های داخلدار شورای امنیت سازمان ملل می‌بیند. ما چنین می‌شماریم که صلح و ثبات گروی تأمین گردیدن رشد استوار اقتصادی و اجتماعی، حیات سزاوار و آسایشته مردم، ایجاد شرایط مساعد برای توسعه جامعه شهروندی و رعایت و حفظ حقوق انسان در هر یک کشور عضو سازمان ملل به حساب می رود. ما تاجیکان قدر صلح و ضرورت حفظ آن را خوب درک میکنیم. مردم ما در سالهای اول صاحب استقلالی دشواری‌های سخت و سنگینی را پس سر نمود. در نتیجه جنگ داخلی تحمیلی ده‌ها هزار نفر شهروندان کشور ما قربان شدند. محض به شرافت استقرار صلح و ثبات در جامعه ما توانستیم به رشد بی‌میلان اجتماعی و اقتصادی، کاهش دادن نشانده‌های کمبزاعتی و بلند برداشتن سطح نیک و احوالی مردم نائل گردیم. در این زمینه ما همکاری‌های گوناگون جبا و سودمند را با کشورهای مختلف عالم گسترش داده جهت تأمین همگرایی منطقوی چاره‌های ضروری اندیشیدیم. جناب رئیس، وضع نظامی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی افغانستان همجوار ما را به تفاوت گذاشته نمیتواند و باعث نگرانی جدی ماست. امروز کاملا واضح است که صلح و ثبات پایدار در افغانستان عامل کلیدی تأمین ثبات و امنیت در حوزه آسیای مرکزی و جنوبی و دیگر منطقه‌های همسایه است. بنابراین هماهنگسازی میانبر تلاش‌های جامعه جهانی و اندیشیدن تدبیرهای مؤثر را جهت حل و فصل فراگیر قضیه افغانستان خیلی مهم ارزیابی می‌کنیم. عامل مهم در این جهت از جمله جلب افغانستان به روند همگرایی منطقوی توسط تقویت مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی با آن میباشد. ما از جامعه بین المللی دعوت می‌نماییم که با افغانستان در احیای حیات اجتماعی و اقتصادی و رشد انفراستراکچور نقلیاتی و ارتباطاتی آن مساعدت و کمک‌های هدفرست نماید. تاجیکستان که با افغانستان 1400 کیلومتر سرحد عمومی دارد، آماده است در این جهت سهم همه جانبه خود را گذارد. پیوستن شاهراه‌های نقلیاتی دو کشور، تطبیق لایحه‌های خط انتقال برق از جمله کسا هزار، رشد همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی فرامرزی، همچنین تعلیم و تکمیل کسبی متخصصان در ساحه‌های گوناگون از سمت‌های میباشند که امروز تاجیکستان آنها را پیگیری می‌نماید. مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر که درآمد از معاملات عام
یکی از منبع‌های اساسی مبلغ‌زایی تروریسم بین‌المللی میباشد، کوشش‌های دست‌جمعانه جامعه جهانی از جمله سازمان بین‌المللی و منطقوی را تقاضا می‌کند. در این سمت تاجیکستان با ساختارهای داخلدار سازمان ملل، سازمان‌های منطقوی، همچنین در سطح دوجانبه با کشورهای شریک همکاری ثمرناک را برآورده است. عین حال در کشور استراتژی ملی مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر برای دوره تا سال 2020 موفقانه تطبیق می‌گردد. جناب رئیس، قبول روزنامه جهانی رشد تا سال 2030 اقدام نجیبانه جامعه بین‌المللی به خاطر رشد استوار کشورهای اعضا و فراگیری تمام قشرهای جامعه با این روند محسوب می‌یابد. تاجیکستان طی سال آخر با مقصد پیاده سازی هدفهای رشد استوار یک چند اقدام مهم را راه اندازی کرده است. حکومت کشور در همکاری با نهادهای داخلدار سازمان ملل از جمله دفتر برنامه رشد آن در تاجیکستان، استراتژی ملی رشد تا سال 2030 و برنامه میانه مهلتی رشد را تا سال 2020 تهیه و قبول نمود. این سندهای برنامه‌ای برای پایه روزنامه جهانی رشد استوار تهیه شده‌اند و ما تطبیق سریع و ثمرناک آنها را سهم کشور خود در عملی گردانیدن برنامه جهانی رشد می‌دانیم. تاجیکستان یکی از 43 کشور جهان میباشد که ماه ایول سال جاری حسابات اختیاری ملی خود را در شهر نیویورک در چارچوبه فورم سطحی بلند سیاسی آید به رشد استوار معرفی نمود. ما برانیم که در روند تطبیق شایسته روزنامه جهانی رشد 2030 مساعدت به کشورهای ظرفیت و امکانیت‌هایشان محدود، خصوصاً در بخش مبلغ‌زایی و تحویل فناوری‌های معاصر خیلی ضرور میباشد. با عقیده ما توسعه کمک رسمی با کشورهای رو به ترقی برای تأمین رشد هنوز هم یکی از مسائل عمده روز باقی میماند. قابل ذکر است که وضع جغرافیایی کشورهای رو به ترقی محصور با خشکی و محدودیت امکانات آنها برای دسترسی به بندرهای بحری به روند تأمین رشد استوار آنها مانع‌های جدی ایجاد می‌نماید. در چنین شرایط این قبیل کشورها در حل و فصل مسائل مربوط به رشد انفراستراکچور، راه‌اندازی نظامی ثمربخش حمل و نقل ترانزیتی، ساده‌گردانی قاعده‌های تجارت و همگرایی منطقوی با مساعدت کشورهای مترقی و ساختارهای بین‌المللی مالیوی نیاز دارند. از این رو رشد مشترک جهانی شریکی همه‌جانبه را در همه سطح‌ها تقاضا می‌نماید. در این مورد نیاز و ساختارهای مربوطه سازمان ملل متحد از جمله شورای اقتصادی و اجتماعی آن نیز می‌توانند نقش مهم داشته باشند. همچنین از کشورهای مترقی و نهادهای بین‌المللی جهت تأمین حقوق شرایط مساعد برای مهاجران مهنتی و همزمان مساعدت به کشورهای صادرکننده قوه کاری در ایجاد جایهای نوی کاری در کشورهایشان دعوت به عمل می‌آوریم. مطمئنیم که توجه بیشتر به بررسی مسائل مبرم اقتصادی و اجتماعی و اکولوژی برای تطبیق سریع روزنامه جهانی رشد 2030 مساعدت جدی خواهد کرد. خانم‌ها و جنابان، رسا 2 سال پیش ما سازشنامه پاریس آید به اقلیم را قبول نمودیم که هدف و مقصدهایش فراگیر بوده. راه‌های اساسی تلاش‌های جامعه جهانی را جهت مطابق شوی به تغییریابی اقلیم و گذریش به اقتصادیات کم کربن معین می‌سازد. متاسفانه بنابر تغییریابی اقلیم شماره آفت‌های طبیعی در ده‌ها کشورهای عالم رو به افزایش نهاده است و نه همه آنها قادرند چاره‌های ضروری را جهت حفظ از آنها اندیشند. ضمناً پیشنهاد می‌نماییم که مکانیزم‌های کمک‌های همه‌جانبه با کشورهای آسیب دیده پرزور کرده شده
با این مقصد بنیادهای بین المللی و منطقوی تأسیس داده شوند. تاجیکستان نیز که 93% قلمروی آن را کوهها تشکیل می‌دهند، بنابر خصوصیت‌های جغرافی خود در روبروی پیامدهای خرابی‌آوری آفت‌های طبیعی آسیب پذیر می‌باشد. همه ساله در کشور آفت‌های گوناگون طبیعی از جمله وابسته به آب رو می‌دهند که به اقتصاد ملی به مبلغ $100 میلیون ضرر رسانیده سببگار تلفات جانی می‌گردند. روند تغییریابی اقلیم باعث آبشوی با صورت پریخ‌ها گردیده به حجم آب دریاها و به این وسیله به بخش‌های اساسی اقتصاد ملی از قبیل هیدروانرژتیک، کشاورزی و صنعت تأثیر منفی می‌رساند. طی 30 سال اخیر از 13,000 پریخ در قلمرو تاجیکستان زیاده از 1000 عدد آن پوره نابود شده است و این در حالی است که امکانیت‌های تاجیکستان از لحاظ استفاده اقتدارهای صنعتی یکی از منبع‌های اساسی پرتو گازهای ضررناک به هوا چندان زیاد نیستند و 98% انرژی کشور در نیروگاه‌های برقی آبی منبع از لحاظ اکولوژی تازه استحصال می‌شوند. عین زمان 60% ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی در حدود تاجیکستان تشکل می‌یابند. یعنی ادامه احتمالی روند آبشوی با صورت پریخ‌ها می‌تواند به تشکل ذخیره‌های آبی منطقه تأثیر منفی رساند. از این رو وقتی آن رسیده است که ما از گفتگو به عمل گذاریم و در پیاده سازی هدف‌های سازشنامه پاریس سهم گذاریم. عین حال تاجیکستان بر پایه مقررات سندی مذکور استراتژی ملی خود را آید به مطابق شوی با تغییریابی اقلیم تهیه نموده ایستاده است. با اندیشه ما در مرحله کنونی یکی از راه‌های نائل‌شوی به هدف‌های سازشنامه پاریس این توسعه اقتصاد سبز و استفاده باثمر از ذخیره‌های انرژی تجدید شونده به حساب می‌رود. در این ردیف ما جانبداری خود را از تشبس‌های جهانی انرژی استوار برای همه و 10 ساله بین المللی انرژی استوار برای دوره تا سال 2024 تاکید می‌نماییم. جناب رئیس، تاجیکستان شرکت فعال خود را در اجرای روزنامه سازمان ملل مربوط به آب ادامه خواهد داد. باعث خوشنودی است که ماه دکمبر سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اتفاق آرا قطعنامه را درباره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 قبول نمود. اطمینان کامل داریم که تطبیق 10 ساله نو در سطح‌های ملی، منطقوی و بین المللی برای رسیدن به هدف رشد استوار مربوط به ذخیره‌های آب و حفظ این نعمت بی‌بها برای نسل‌های آینده مساعدت خواهد کرد. چند لحظه قبل با ابتکار ما در قرارگاه سازمان ملل متحد نشست سطح بلند تحت عنوان در راه تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برگزار گردید که در آن شرکت کنندگان راجع بر راه‌ها و اصول‌های مؤثر تطبیق 10 ساله نو بین المللی و رسیدن به هدف‌های ششم رشد استوار ابراز اندیشه نمودند. گذشته از این ما جهت انجام دادن بررسی و محاکمه پیشنهادات و تصدیق نقشه عملی 10 ساله نیت داریم که 22 مارس سال 2018 در روز جهانی آب در شهر نیویورک همایش افتتاحی 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و ماه ایون سال 2018 در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند را برگزار نماییم. ما امیدواریم که کشورهای اعضای سازمان ملل متحد، سازمانهای بین المللی و منطقوی، نهادهای بین المللی مالیوی
جامعه شهروندی، اهل علم و ادب، جوانان و زنان به خاطر تأمین حیات شایسته مردم سیاره و نسل‌های آینده در روند تطبیق 10 ساله نو فعالانه شرکت خواهند کرد. از توجهتان سپاسگزارم. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of Tajikistan for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the head of state.